سلامی به گرمی آفتاب بر شما همراهان مهربان. امیدوارم که خوب و سلامت باشید در هر کجای این گیتی پهناور که هستید. نظام حاکم بر ایران در شرایطی با جامعه بین الملل بر سر مسائل هسته‌ای به یک توافقی رسیده که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز رو به وخیم‌تر شده. به عنوان مثال همین حکم اعدامی که توسط قوه قضاییه برای آقای دکتر محمد علی طاهری مؤسس گروه عرفانی حلقه صادر شده، اون هم با استناد به فتوا چند مرجع تقلید که خود این آقایون مراجع تقلید گفتند که نظراتی رو که دادند کلی بوده و مصداقی نبوده و آموزه ها و کتاب های آقای طاهری رو مطالعه نکردند و اصلا نظرشون در مورد آقای طاهری نبوده. به همین دلیل از آقای دکتر حسن نایب هاشم مسئول سازمان حقوق بشری سودوین در مقر اروپایی سازمان ملل متحد ژنو دعوت کردم که در این گفتگو شرکت کنند و نظراتشون رو در مورد ابعاد گسترده این نقض مستمر حقوق بشر در ایران بیان کنند. آقای نایب هاشم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان برنامه شما. من هم خوشحالم که بازی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین سوال آقای نایب هاشم، شما این وضعیت رو چگونه می‌بینید؟ از یک سو ایران بر سر مسائل هسته‌ای با جامعه بین الملل به یه توافقی رسیده و از سوی دیگه ما این نقض گسترده حقوق بشر رو می‌بینیم، مانند همین حکم اعدام آقای طاهری و غیره. شما این رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ بله، همونجوری که شما اشاره کردید البته وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در بسیار حوزه‌ها از جمله مسئله اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی ملی تداوم داره. خیلی شاید نشه ارتباطش داد به مسئله توافق هسته‌ای. از مدت‌ها پیش چنین مسئله بوده، مثل مسئله اعدام‌ها. شاید هم پیوند مایان این دو موضوع با هم دیگه داشته باشن. به هر حال جان انسان‌ها در جمهوری اسلامی متأسفانه ارزش کافی نداره به نظر آقایون و خب می‌بینیم که جرأت میکنن، جسارت میکنن، از جمله آنهایی که مراجع تقلید به حساب میآیند به راحت حکم مرگ انسان‌ها رو بدن، هرچند که در این مورد خب به هر حال حکم کلی بوده و مصداقی نبوده، در مورد آقای محمد علی طاهری نبوده، ولی که برای همین که قضات جمهوری اسلامی متکی هستند به فتوای مراجع و تقلید و مراجع تقلید هم خب آموزش حقوق بشری ندیدن، نمیدونن که در چه دنیایی امروز زندگی میکنیم، نمیدونن که چقدر جان انسان‌ها این روزها در این دوران عزیز هست و خب به راحتی حکم اعدام میدن و برای با سوء استفاده ابزاری از حکم کلی ایشان قضاتی که متأسفانه اونها دیگه حتی اگر آشنا باشن با مسائل حقوق بشر بر ضد حقوق بشر عمل میکنن، افرادی هستن که به نقض حقوق بشر عادت کردن، اونها خب حکم‌های چنین رو صادر میکنن. به هر حال قطعا تاثیر میگذاره دادن این حکم و به امید بسیاری هستش که این حکم در واقع لغو بشه و در واقع تخفیف پیدا بشه در حکم، چون که وکیلشون صحبت کردن و امیدوارن و به هر حال مسلمه که این درجات از احکام اعدام به شدت تاثیرگذار هست در جامعه بین‌المللی. آقای نایب هاشم، همینطور که در جریان هستید نهادهای بین‌المللی زیادی به صدور این حکم اعدام برای آقای طاهری واکنش نشون دادن. سازمان عفو بین‌الملل اقدام فوری و ضروری صادر کرده. سازمان ملل متحد، بلندترین مقام سازمان ملل متحد، آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه بیانیه صادر کردند. وزارت امور خارجه آمریکا. شما این واکنش ها رو از سوی این نهادهای بین‌المللی اثرشون رو چگونه می‌بینید بر روابط ایران با جامعه بین‌المللی در این شرایط؟ بله، علاوه بر نهادهایی که شما اعلام کردید، یکی از مهمترین نهادها یا شخصی که به هر حال موضوع کرده کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هست که در مورد حکم آقای طاهری برخورد کرده. این اهمیت ویژه‌ای داره. خب ایشون کمتر به هر حال موضوع میکنن ولی در این مورد اعلام موضع کردن و خب می‌بینید که بالاترین مقام سازمان ملل از نظر حقوق بشر ایشون به حساب میان. با خانم پیلای حتما آشنا هستید.
مدتی هستش که ایشون نیستن و زیدالحسن کمیسر عالی حقوق بشر در واقع این مسئولیت رو داره. وقتی که بالاترین مقام حقوق بشری دنیا در این رابطه اعلام موضوع میکنه، یک هشدار، یک گوشزد جدی هست به مقامات جمهوری اسلامی که دست بردارن از مجموعه کارهایی که تاکنون میکنن. بدون شک این موضوعگیری‌ها، این برخوردها از نظر جامعه جهانی، از نظر کسانی که چه نمایندگان دولت‌ها چه سازمان‌های غیر دولتی در چند هفته دیگر در اجلاس 30 شورای حقوق بشر حضور خواهند داشت، از نظر اونها دور نمیمونه و امیدواریم که مقامات جمهوری اسلامی هم این هشدار رو جدی بگیرن و نه تنها این حکم رو لغو بکنن، این حکم اعدام رو از اعدام‌های پرشماری که ما به خصوص در امسال شاهد هستیم دست بردارند و آنچنان برخورد کنند که کشورهای دیگه متعارف برخورد میکنن. باید بروند به سوی اینکه مجازات در وقفه اعلام کنن، توقف اعلام کنن در ارتباط با اجرای حکم اعدام و در جهت لغو حکم اعدام در همه موارد حرکت بکنن. این خواستی هستش که و مطرح هست و پیگیری میکنن مجموعه مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا. از جمله دبیرکل سازمان ملل در اجلاس پیش رو گزارشی رو در رابطه با مجازات اعدام ارائه داده است. سوال بعدی من مربوط به خانم نسرین ستوده است. چند وقت پیش خانم ستوده به عنوان یک وکیل در مصاحبه با رسانه‌های خارجی نظر حقوقی خودشون رو در مورد حکم اعدام آقای طاهری دادند و بعد از اون از سوی دادسرای زندان اوین احضار شدند. شما احضار یک چهره شناخته شده‌ای مانند خانم نسرین ستوده رو در این شرایطی که ما الان در اون هستیم چگونه تحلیل میکنید؟ به هر حال فشار بر مدافعان حقوق بشر ادامه داره. یکی از برجسته‌ترین این مدافعان خانم ستوده هستند. برای خانم ستوده از اونجایی که برنده جایزه زاخاروف، جایزه اتحادیه اروپا هستند، رشته جهانی هم دارند و شاید در مورد ایشون جمهوری اسلامی در نهایت سعی میکنه که حداقل در مورد ایشون با ملاحظات بیشتری برخورد بکنه، ولی با این وجود همونجوری شما فرمودید شاهد هستیم که احضاریه دادن و میخواهند در واقع چه بسا مسائل جدیدی رو در ارتباط با فعالیت‌های ایشون که خب همه در راستای دفاع از حقوق بشر هست، مسائلی رو در رابطه باشون مطرح کنن که باید همه ما هوشیار باشیم و در این رابطه سعی بکنیم که پشتیبان خانم نسرین ستوده باشیم. در ارتباط هنوز مراحلی رو می‌گذرونه و همونجور که شما فرمودید مشخص نیست که در ارتباط با چه اتهامی ایشون رو می‌خواهند در واقع احضاریه هست. باید روزهای آتی در انتظار بود و دید که چگونه برخورد خواهند کرد مقامات قضایی جمهوری اسلامی، ولی که به هر حال بدون شک تمام مدافعان حقوق بشر در تمام دنیا و تمام وجود خواهان هستند که یک لحظه دیگر مشکل و مسائل جدیدی برایشون وجود نیاد. به عنوان آخرین سوال، چند وقت پیش در خبرها دیدیم که 8 نوکیش مسیحی رو در کرج بازداشت کردند که البته این تازگی نداره. روزنامه دیلی تلگراف هم چند روز پیش نوشته بود که از زمان به روی کار آمدن دولت جدید تا کنون 2000 اعدام و دست و پا بریدن اتفاق افتاده و از سوی دیگه ما 30مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو پیش رو داریم. میخواستم از شما بپرسم که شما با این کارنامه سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران، این نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خب این نشست البته متمرکز رو مسائل ایران نیست. می‌بینید که جلسات ماه مارس هست که به طور متمرکز روی مسائل ایران صحبت میشه، ولی که در جلسه ماه سپتامبر هم سازمان‌های غیر دولتی نظیر ما سعی می‌کنن که مسائل ایران رو مطرح بکنن در ارتباط با مسائل مختلفی که در واقع دستور کاری که اونجا جاری هست. ما مسئله بازداشت‌های خودسرانه رو داریم. تمام این موارد
بازداشت تمام بازداشت‌های ایران میشه گفتش که خودسرانه هست، بدون طی مراجع روندهای قضایی آیین دادرسی متعارف در سطح جهان انجام میگیره. کارگروه مربوط به ناپدید شدگان اجباری گزارش خودش رو میده. مسئله دادخواهی مطرح هست، یعنی مسئله در واقع گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار فجایع بزرگ که به هر حال جنایت علیه بشریت هست، جنایت جنگی هست و نسل کشی هست، گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر میده. ما در تمام این موارد به اضافه موارد دیگری مثل تحریم و نظم نوین جهانی و مسائل مختلف سعی میکنیم که نسبت به قضیه موضع‌گیری داشته باشیم. میدونید که آخرین دور اهدای جایزه حقوق بشری رها در این اجلاس شورای حقوق بشر خواهد بود از جانب ما. در حال کسانی که نزدیکان برندگان هستند، قاعدتاً دوستان و نزدیکان آنها هستند، قاعدتاً حضور پیدا می‌کنند. ما به کرات راجع به این موضوع صحبت کردیم. اشاره کردم در صحبت‌هامون که دبیرکل گزارش اعدام خودش رو به شورای حقوق بشر ارائه داده. در ارتباط با این موضوع هم ما سعی می‌کنیم که اونجا موضع‌گیری داشته باشیم. به هر حال این اجلاس در این اجلاس سیوم هم قطعاً نام جمهوری اسلامی ایران به کرات در شورای حقوق بشر به عنوان نقض حقوق بشر، نقض کننده حقوق بشر اعلام خواهد شد و به هر حال ما هم از جمله کسانی هستیم که در این کوشش خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. سپاسگزارم از شما و ممنونم که در خدمتید. تا برنامه بعد همه شما همراهان مهربان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.